پیشنهاد میکنم از یه روش ساده استفاده کنید. پروبیوتیک طبیعی بخورین، ارزونه و بسیار بسیار مفیدتر از اون داروهاست. یک کلمبرگ رو میگیرین، خورد میکنین. من نمیشورم، شما بشورید. من کلمبرگ رو که میگیرم 2-3 تا لایه روش که گلیه میکنم، بکنین یه 2-3 تا از این برگای روشو کلمبرگ رو بکنین. کلمبرگ چه سفید چه از این زرشکی‌ها فرقی نمیکنه. سفید بهتره ولی اون یکم همین کارو میکنه. شما بشورین و بعد خوردش کنین. انگار میخواین خلالش کنین، خوردش کنین. نیم لیتر آب ولرم، یک قاشق غذاخوری. اگه شورتر دوست دارین 2 قاشق غذاخوری. نمک دریا، از این نمک دریاهای سفیدی که تو بازار میفروشن کیسه‌ای که من روشو خوندم دیدم نوشته میزان خلوص 99.99. یعنی چی؟ یعنی NaCl، یعنی کلورید سدیم خالصه، یعنی نمک دریا نیست. و نمک هیمالیا، نمک کلتیک، نمک دریا، نمک دریای واقعی 2 قاشق اضافه کنید به اون آب، حل کنین قشنگ به اون آب ولرم. قشنگ که حل شد، نیم لیتر آب توی ظرف شیشه‌ای که 1 لیتر تا 1.5 لیتر گنجایش داشته باشه. بعد اون کلمایی که خورد کردین یا خلال کردین ریز کردین بریزین این تو. اگر دیدین یه مقدار خالی موند باید بازم آب نمک درست کنین. انقدر آب نمک بریزین روش که اینو تا اون لبش پر بشه، هوای خالی اونجا نمونه. و کلم‌ها رو هم فشار بدین تا اونجا که میشه. درش رو میبندین، میذارین توی کابینتی که نور نخوره و هوا خیلی سرد نباشه. 5 شبانه روز بعد درش رو باز کنین. ممکنه یه لایه کپک روش باشه، طبیعیه. با یه قاشق تمیز خشک کپک روش رو بردارید و به عنوان چاشنی کنار غذا استفاده کنید.